آموزش 6 مدل چیزکیک یخچالی، اولیش چیزکیک اورئو. هم میتونی باهاش کسب درآمد کنی و هم میتونی باهاش یه مهمونی لاکچری رو برگزار کنی. برای درست کردنش اول کرم وسط بیسکویت رو جدا کن و بعد بیسکویت ها رو به هر روشی که میتونی کاملا پودر کن. هم میتونی به روش من اینجوری بکوبیش و هم میتونی از غذاساز و یا خردکن استفاده کنی. کره رو ذوب کن و به بیسکویت اضافه کن و هم بزن. قالب مونوپورشن رو باید یکم چربش کنی. توی هر خونه 1 تا 2 قاشق از بیسکویت رو بریز و با هر وسیله‌ای که داری اینجوری صافش کن. دورش هم یه مقدار تمیز کن. بذارش توی یخچال تا موادت آماده بشه. ژلاتین رو روی آب سرد بپاش و بذار کنار چند دقیقه. بعد خامه رو بزن. نمیخوایم کاملا فرم بگیره، میخوایم نیمه فرم بشه و بعد پنیر ماسکارپونه رو بهش اضافه کن و هم بزن تا از حالت دوندون در بیاد و صاف و یک دست بشه. حالا ژلاتین رو توی مایکرو 20 ثانیه ذوب کن. میتونی روی بخار آبم ذوبش کنی. کرم وسط بیسکویت رو به مخلوط خام اضافه کن و بعد هم بیسکویت پودر شده اضافه کن. حالا ژلاتین رو حین هم زدن بهش اضافه کن و هم بزن تا یه دست بشه. توی قالب مونوپورشن روی بیسکویت ها بریز و روش رو صاف کن و برای 3-4 ساعت بذار توی یخچال و بعدم اینجوری از قالب خارج کن و بعدم با هر چیزی که دوست داری میتونی تزیین